و از ماهای سردی بگیم از زمستان کمی با کسلی دچار شد. اما از که او با دکتران دکتر عموما مراجعه نمیکرد و خود رو بردم حس میکرد و روز با روز سلامتی او به نمیگردید. بعدا مجبور شدیم که رو با بیمارخانه رسونیم و با اما علاقه قلبی و علاقه بیمار شده بود. با گفتی دکتران و بیماری دیگه وی کلون شده بود و همچنین و دیگر عضوهای وی علاقه ضرر رسونده بود. افسوس که ما او را معدود نتوانستیم. حتی از تاریخ این است که توجیک کسانی که آگاه هستند اولین مؤسسی روزنامه خصوصی در سابق ولایت کلاب روزنامه جامی جنگ که خیلی مقبول عامه تاجیکستان گردیده بود، او را به مردم کشور شناسا گردانده بود و مشهور گردانده بود و نفرانی که با او کار میکردن فخر میکردن که با برهان سفری شناس هستن، همکاری دارن. بعدی کشم و کشوهای داخلی البته بعضی بگیم ناخلفان، بعضی بگیم که شخصانی که ضد سیاست تاجیکستان بودن، البته آنها روزنامه خصوصی جامی جنگ رو البته سیاه کردن. حالا که بعدی تفتیش‌های زیاد این روزنامه سفید برآمد، یعنی که به یگان حزب به یگان حرکت شامل نبود، اما روحیه ژورنالیستی برهان سفری رو شکست داد که بعدا او از تاجیکستان فرار کرده بود. چندین بارهایی که میخواست همین روزنامه را از سرنا احیا کنند، اما مشکلات مولوی نمیگذاشت که خود به این کار دست داد و در سالهای آخر باشد میخواست روزنامه برای نورسانی، یعنی جوانانی هم شهر و دیهات کلاب، منطقه کلاب میخواست که روزنامه تأسیس بیاد که همچون همسفر باشد، یعنی همسفر جوانان باشد، نورسان باشد. اما این هم سبب مشکلات مولوی، یعنی آیین‌نامه خود رو ترتیب داده بود، میخواست که به قید گیرد، اما سرپرست نمی‌بود. راستی گفت سرپرستی نمی‌بود که وی رو دستگیری کرد. اما بعضا وی رو افتاده نبود، کار خود رو دوام می‌داد در سوی ژورنالیستیک، با ترجمه و با نوشتن مقاله ها و با چاپ کتاب ها، یعنی محرری کتاب هایی که علمان و دانشجویان و پروفسوران در دولت کلاب میبخشیدند، اونها رو محرری میکرد و یعنی سهم خود میکرد. البته نیت های زیاد داشت، اما عمر وفایی نکرد.